بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم. تلویزیون به سال حق. به سال حق بفرمایید. خوب هستین؟ تا شما خوب است؟ سلام. هستم از کابل باتون می‌کنم. بفرمایید برادر عزیز از کابل، بفرمایید. آقای انصاری، ما خب از برنامه شما را می‌بینیم و زیاد خوش هستیم که برنامه خوبی داریم و آگاهی زیاد برای مردم میگیم و خصوصا من شخصا یک وقت فکر میکردم که واقعا مثلا اهل تشیع مثلا مردم خوبی هستن و مثلا حالا که پروگرام شما رو میبینم زیاد خوش هستم که فهمیدم که واقعا اینا بر ضد اسلام کار میکنن، نه که برای دین ما خدمت میکنن. دیگه از برنامه ما خیلی زیاد خوش هستیم و واقعا من در شرک از اینا هیچ حالا کاملا باورم به این شده که اینا واقعا مشرک هستن اصلا، به خاطر از اینکه از پیغمبر و از خدا کدام بیشتر به حضرت علی کرم الله وجهه اینا باور دارن و به غیب باور دارن، به غیب بدون خداوند کسی دیگه نمیدانه. درست. و خیلی زیاد خوش هستم که بار اول به خودتون صحبت میکنم. سلامت باشید برادر عزیز، الله مطالب ستون کنه. تشکر جان از برنامه خوبتان. تشکر. ان شاء الله موفق باشین. زنده باشید برادر عزیز. سلامت باشید. تشکر از شما.